زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. صاحب مسلک میگم وقتی که زن زاهده باشه، پاک دامن باشه، خدا پرست باشه، با تقوا باشه، جان تا اگر بتیش کم است. زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زن ز پنهانی است، سرفرازی او مسلمانی است. شرم رخسارهاش گوهر او رضای شوهر او. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشه. نکاح کنید. زنهایی که پسندیده هستند برای شما، زنهایی که حلال هستند برای شما، بین هم به آیه قرآنی و هم به حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده است. و نکاح البته که از زمانی که خداوند جل جلاله حضرت آدم علیه السلام خلق کرد، همراه هوا نکاح کرده و تا به امروز دوام دارد، انشاءالله تا به قیامت هم دوام دارد. نکاح خشنودی پروردگار است. در نکاح خیر و برکت است. نکاح مقابل زنا است. هر کجا نکاح برپا می شود خشنودی الله است. هر کجا طلاق برپا می شود چی است؟ غضب خدا هست. پیامبر بیان میکند صلی الله علیه وسلم که ابغض المباحات یا ابغض الحلال، دیگر حدیث آمده است، الی الله طلاق. شومدیده ترین بدترین مباحات، بدترین حلال ها به سوی پروردگار طلاق است. پس چین جایی که نکاح هست خشنودی پروردگار است، رازگی پروردگار است، خیر است، برکت است. فرزندهای مسلمان و مسلمان زوده به دنیا می آیند و جایی که اگر طلاق برپا شود این چیز از خشنودی شیطان لعین است و ناخشنودی الله است. حتی که در طلاق گفتن میگه عرش خدا بلرزه می آید. همین قدر چی از کاری بده است. الله ذوالجلال در قرآن به ما و شما بیان میکند که استعیذ بالله و عاشرهن بالمعروف. پس از نکاح کردن، زن شوهر که نکاح شدن، نکاح کردن، یک جا شدن، خداوند دوام نکاح باز مصلحت میته برای همه ما و شما که و عاشرهن بالمعروف. و زنهاتون به معروف زندگی داشته باشین. زندگی که سرشار از دوستداری یکدیگر، عشق و محبت یکدیگر، احترام یکدیگر، حمایه یکدیگر، که این فرموده الله هم ما در حدیث ها میبینیم. در زندگی پیشوای اسلام، پیشوای چی است که بشریت، محمد صلی الله علیه و سلم میبینیم که پیامبر همراه ازواج مطهرات چگونه زندگی داشتند. و عاشرهن بالمعروف. الله ذوالجلال بیز باب ما و شما تعلیم میدهد. فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر در شما یگان فعلش ناپسند شد، مثلا از عروس یگان کمبودی داشته باشه، یگان مثلا نقصان داشته باشد، انسانیت به نقصان نمی شود. کسی که بگن انسان است و نقصان نداره، این چی است؟ دروغ است. به عیب، به کمبودی، به نقصان فقط ذات یکتای الله هست و خلاص، تمام. بغیر از الله دیگر همه نقصان و کمبودی داره. فقط پیامبرا به گناه هستند، پیامبرا معصومی از گناه هستند. غیر از پیغمبر دیگر همه گناه داره. فقط پیغمبر معصوم است. اما پیغمبر هم چی است؟ به خود زلات داره و خطاها داره، لغزش داره. حضرت آدم شجره را خورد از جنت بیرون شد. یا که مثلا دیگر پیغمبرها به خودشون چی است؟ یک لغزش دارن، یک چی است که کمبودی هست که دارن و لیکن او را گناه گفته نمی شود. به غیر از اینها دیگه همه گناه دارن.
پس چی الله عزوجل تعلیم تکیفه این کریهتموهن شما اگر یگان کمبودی و نقصان اگر یافتین دیدین در زن خداوند مصلحت نمیته که در طلاقش کنین. خداوند مصلحت نمیته که در مثلا که لط و کوب و دشنام و حقارت و زدن و طلاق اینا رو مصلحت نمیته. فین کریهتموهن الله عزوجل چی میگه در دوام؟ فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا. شاید که شما بد میبینید او را اما در دوام زندگی در او چی است با خیر کثیر باشد. شاید که از او فرزندای خوب به دنیا بیاید. شاید که در دوام زندگی خوبش عطا کنه خداوند که بهترین آدم شود. ولی یک قصه دوام میامیده که به همین موافق میآید. یعنی نمیگفتم دورای طالب علمی مونده یک طالب علم ولی هست که خدا نگهبانش باشه ریش مونده بود بچه که یا ریشی همطوری کوسه همین در این منش 20-40 دونه همین ریش داشته دیگه درازش کردگی بود تقوای بلند داشت. وقتی که گپ زدن به خاندان عروس همه را مصلحت فزاندن همین شب و روزی توی است که عروس مجبور میکنه که تا اگر هم ریش کوسه را نتراشه نمیگیرمش تا هم را نتراشه سخت میروه. مادر عروس هم از اون طرف سخت میروه این هم سخت میروه. از این طرف این شهر پدرش هم سخت مادرش هم اولادش هم بتروشه میره. اکم یک سنت هم یک بار بتروش بعد که گرفتی بابا مانش این هم همین یک گپ در ایستادگی نمیتروشم. پدرش حقارت میکنه فلان به مدان میگه آخه این قدر گو کشتم معرکه کم صرف خرج کردم با خاطر همه ریش کوسایت همش برباد میره. میگه گو کشتی صدقه کردی صدقه جانی خودت فایده جانی خودت میشه و ریشی می کار نداره. هر چی قدر که کردن نکرد توی نشی دیگه عروس نیاوردن از اون مادر و دگانوش همش یک کوسه فلانه دیگر نشید. روز دیم یکم هم گذشت دیم روز ده و سیم روز ده وقتن خیلی بریم آوردن عروس آوردن. اگه عجیبی همین حکمت آیت ما در همین میبینیم که حال همون زن تفسیر درس میده. این زنی که بیخبر از سنت پیغمبر از همه بود تفسیر درس میده. فرزنداش دوتش حافظ کل قرآن است. از یگان همین حکم شریعت یک سری موی بیرون نیست همون زن. ببین کمبودی کلام بود اما چی؟ الله عزوجل میگه فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. شاید که یک فعل بد میبینه لیکن در او خدا خیر کثیر گذاشته است. خداوند نگفت طلاقش کن اما همون زن چی از اول خودش تفسیر خوند بچه ها حافظای قرآن دخترها همه مثلا کتابای فقهی و کتابای دیگر میخونن و درس تعلیم میکنن. اینا ببینده نادان بود علاقه چی است از شریعت بخبر کشید البته دیگر چی است اطاعت شریعت میکنه. الله عزوجل چی گفت؟ شاید که شما بد بینید یگان عملش و خدا در او خیر کثیر نهاده باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث هم به ما و شما همه امتش امر میکنند تناکحوا تکاثروا توالدوا نکاح کنید ای امتی من. نکاح کردن بین خدا میفرماید پیامبر میفرماید اما زنا را الله عزوجل چی میگه؟ ولا تقربوا زنا. اگر همه امرها را الله عزوجل در اسلام امر میکنن که فلان کار نکن. ببین خداوند نگفت ولا تزنوا نگفت زنا نکنید نگفت خداوند. ببین زنا نکنید نگفت ولا تقربوا زنا و زنا قریب نشین. ببین کردنش یعنی قریب نشین. قریب شدنش چی است؟ دست به دست سلام کردن و گپ زدن و دوست کنار کردن و گپ های مثلا شهوانی گپ زدن و دیگر اینا خشون دواعی وقتی هستن. اینا خشون چی است؟ قریب شدن به زنا است. خداوند میگه ولا تقربوا زنا و زنا قریب نشین ولا تزنوا نگفت. پس چی است که حکمی به نکاح که مسلمان و مسلمان زاده ها با دنیا میویند. تناکحوا تکاثروا مقصد از نکاح کردن هم زیاد شدن امت محمد صلی الله علیه و سلم است. مقصد از نکاح کردن فقط شهوت رانی نیست.
تکاثروا پیامبر بگه زیاد شوید، نسل محمدی را زیاد کنید، تولد زیاد شود. فینی اباهی بکم الامم یوم القیامه، با بسیاری امتم فردا روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من خشنود میشم، فخر میکنم. حضرت ابن عساکر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه حدیث بیان میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم که اربع من سعادت المرء، 4 چیز از نشانه خوشبختی انسان است. یعنی 4 عمل هست که همین 4 تا در هر کسی که باشد بنده خوشبخت الله هست. 4 تا. یکم ان تکون زوجته صالحه، یکم نشانه خوشبختی انسان زن خوب داشتن است. این زن خوب داشتن در حقیقت پیامبر خدا آخر راست میگه، در حقیقت صادق المصدوق است. زن خوب و زن پرهیزگار را با یگان چیزی دنیا برابر کرده نمیشه. نه قصر، نه 15 اتاژه خانه و نه بریلیانت و نه طلا و هر چیزی که در دنیا قیمت داره زن خوب از او قیمت تر است. از او چی است؟ قیمت تر است. نساؤکم حرث لکم. الله ذوالجلال میگه زنهای شما کشتزار شما هست. کشتزار که داشته باشی، کشت کار که کردی، تخم کاریدی، نهال کاریدی، هیچ وقت گرد اطراف یو چی است کشاده نیست، بلکه اون چی است محکمش میکنی که یگان حیوان، یگان مثلا چیزی ضررناک در او ضرر نرسونه. کشتزار باید نگاه بین کنی. خب یکم چیزی را که گفت پیامبر خدا که چی است از نشانه سعادت انسان است، زوجته صالحه، زنی صالحه داشتن. حضرت صوفی الله یار خدا رحمت، زنی خوب و فرمانبری ده. حضرت میگفت که زنی خوب و از شیخ سعدی زن که زهد و صلاحیت ورزد، جان شیرین فدا کنی ارزد. صاحب مسلک میگم وقتی که زن زاهده باشه، پاک دامن باشه، خدا پرست باشه، با تقوا باشه، جان تا اگر بتیش کم است. زن که زهد و صلاحیت ورزد، جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زن ز پنهانی است، سرفرازی او مسلمانی است. شرم رخسارهاش گوهر او رضای شوهر او. این چنین زن اگر شود موجود، رحمت حق تعالی خواهد بود. اگر همین خیل زنی با تقوا، پرهیزگار، با طاعت عبادت، با شرم و حیا اگر خدا کسی را نصیب کنه، این میگه چی است؟ رحمت حق تعالی خواهد بود. حضرت شیخ سعدی میگفت زن که زهد و صلاحی، حضرت میگفت که زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. هم خدا وصف کرده است، هم پیامبر وصف میکنه. وقتی که زن پارسا باشه، پاک دامن باشه، اگر میگه مرد درویش در خاندان به مثل پادشاه است. پادشاه چکیل است، نمی یک ملک بیاید رها را تازه میکنن، سفید ماندن از درآمد دشنام حق را تصرف میکنن. یا در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که وقتی که یک شما داخل خاندان شدین، السلام علیکم و رحمت الله بگین. خداوند همچنان خیر برکت در خاندانتون میریزونه که شما دیگه نمیدونین از کجا میخورین، از کجا میپوشین. خیر برکت زیاد میشه. السلام علیکم و رحمت الله که گفتی الکه جین شیاطین گم میشود، وسوسه شیطان گم میشود. چی از وقتی که سلام کردی به وقتی خوش. حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمانه، عایشه که خداوند از بالای 7 آسمان پاکی او را گواهی داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشته ترین زنش حضرت عایشه مادرمانه. وقتی از گذشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه پرسیدن که حضرت عایشه مادرمانه که یا ام المؤمنین، ای مادر مؤمن ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین ما میدیدیم، میفهمیدیم چگونه بود، اما در خاندان و در زندگی چگونه بود؟ حضرت عایشه مادرمان بسیار وصف کردند از مثلا مدد کردن و یاردم کردن، همچون یک آدمی عادی در خاندان بودن. ولی کان خلقه قرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. هر چی که در قرآن خداوند گفت اخلاق پیغمبر همون بود. اخلاق پیغمبر قرآن بود. بعدا حضرت عایشه مادرمان گفت که
همین خیلی بود وقتی خوش بود حتی که مسابقه دویدن حضرت عایشه مادر موقت پیامبر خدا میکرد. ببین کسی که خداوند کائنات برای او خلق کرده است، وظیفه پیغمبری ابلاغ رساندن گفتن همین قدر کارا و بالای همه وقت میافت که همراه عایشه مادر موقت مسابقه دویدن میکرد. حضرت عایشه مادر میگه در ابتدای عمر میگه پیامبر مرا پیش میکرد، بعدا پیامبر صلی الله علیه و سالش که رفتن گرو ما پیش میکردم میگه در دویدن میگه. این چیه نشانه خوشی زندگی خوبی زندگی است. خب بعد وقتی که گفت همین صدای اذان که میشنید پیغمبر همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. صدای اذان مؤذن میشنید همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. برای چی؟ نماز از همه و همه بالاتر پیغمبر میگه. حتی میگو مردمه که چشم نوری چشم فدای نماز کردن پیامبر صلی الله علیه و همین قدر در نماز پیامبر حریص بود که زانوهای مبارک از تهجد بسیار ورم کردگی بود. تتورم قدماش ورم کردگی بود. همین اذان میشنید دیگر همچنان که ما را نمیشناسن. بعد میگه حضرت عایشه گفته است که یکی از همسراش یک بوسه میگرفت و بعد میرفت مسجد. همین را گفت حضرت عایشه مادرمون خندید. و شارح‌های حدیث میگن که همون را که بوسه میگرفت و بعد مسجد میرفت همین عایشه خودش بود که پیغمبر همین را بیان عایشه همین را بیان کرد و بعد این خنده. شیرینی زندگی را ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ازواج مطهرات چگونه داشتن. ان تكون زوجته صالحه. دیوم نشانه سعادت خوشبختی انسان و اولاده ابرارن، فرزندای نیکو داشتن. این فرزند نیکو داشتن هم یک نعمت پروردگار است. فرزند داشته باشی که پدر جمع بگو خدمتت کنه، آب طهارتت کنه. در اکثر اهل علم همو بزرگا هم را دیدگی بدیم که فرزنداشون چگونه خدمت کردگی بدن. هر چیزی که در قرآن و در حدیث بود در پدراشون مادراشون هم خیلی خدمت میکردن. اولاد ابرار فرزند خوب داشتن این خیلی یک بختی است، یک سعادت بزرگ است که انسان داشته باشه که پدر و مادرش پرسش کنه، پدر و مادرش خیلی همنشین باشه، در نزد پدر و مادرش دستی پیش برگرفتگی مثل غلام باری باشه و خدمت کنه. انمی چی است؟ بسیار یک سعادت بزرگ است و اولاد و ابرار. سیم چیزی را که پیامبر سعادت مرگ گفت و خلطاء صالحین، هم نشینای صالح داشتنم نشانه خوشبختی انسان است. هم نشین صالح داشتن یک کسی هم نشین باشد که خداپرست باشد، تقوا داشته باشد، از قرآن و از سخنهای پیامبر با خبر باشد که هر یک گناه کردن دا معنیت کنه که ها باشد این کار نکه که خدا از ناراضی است، این کار نکه که پیغمبری را منع کردگی است. انهانی خلطای صالحین هم نشینای صالح داشتن هم نشانه خوشبختی انسان است. تاریخ را ببینیم، همین فرعون لعینی که دعوای خدایی کرد همون وزیرش فرعونش کرد. وگرنه او تا فرعون بدی نبود، او تا بدی نبود. هر روز 200 تا شتر میکشت و مردم نون و آب میداد دیگر خدمتو میکرد. همون وزیرش فرعونش کرد، دعوای خدایی که بود. بعد چیکار کرد؟ همه علما را نیست کرد. 20 سال پس که یک بگیم که اولاد نو برآمد بعد دعوا را کرد. همون چی است؟ همه بیرهگی را کرد تا به جای بردش که فرعون لعین شدینت نامش در تاریخ سیاه بود. و دیگر نفرایی را که در تاریخ میبینیم همنشیناشون به همون درجه بدی رسوندشون. این همنشین صالح داشتن پیامبر میگه که نشانه سعادت است، نشانه خوشبختی است که با یک آدم خوب همنشین دو. یک مقال عربی است که ولی باید هر یک انسان با خودش یک مصلحتی داشته باشه. ببین همین راهبری دولت مثلا همین که جای یک پادشاه پرزیدنت باشه با خودش مشاور داره، 23 تا مشاور داره، از فکر خودش یک کار نمیکنه، از هر کدام این مصلحت میپرسه. مشاورا کیان؟ آدمای باید عاقل دانای با عقل با سواد باشن. انا هر کسی هم یک عمل میکنه با خودش باید یک مصلحتی داشته باشه. عربا مقال من لا شیخ له شیخ و شیطان، کسی که پیری طریقت نداشته باشه استاد نداشته باشه پیر استادی شیطان است. پس باید که همه با خودش یک اهل علم چیکار کند؟ مصلحتی بگیره. فلان کارو من میکنم حضرت استاد همین کاری من درسته یا نه؟
همین کاری ما از نگاه شریعت، از نگاه قرآن، از نگاه حدیث همین درست است یا نه؟ ولی یک مصلحت چی داشته باشی؟ یا پیر داشته باشی یا استاد داشته باشی. برای میگه من لا شیخ له شیخ، هیچ که نداشته با همون عقل کوچکی خودش. در هر یک انسان وسوسه شیطان وجود داره. گاه هاوشه که انسان در یک فکروی در ذهنت میآید که خیلی فکروی مثال ناخوب هستند، لیکن وقتی که یک شخص صالح باشه، اگر رفیق تو باشه، دیگه این کار نکن، این کار آیندهش بد است، فلان کار بکن، فلان کار خوب است. برای همین چی است؟ خلطاء صالحین، همنشینای صالح داشتن این چی است؟ بسیار یک بخت است، خوشبختی است. ایرا حضرت بیان میکنند. و چهارم و ان یکون میگه رزقه فی بلده، رزق روزی را در ملک خود یافتن هم نشانه خوشبختی است. در ملک خود، در وطن خود رزق روزی طبیعی زندگی تبری همی هم نشانه خوشبختی است. برای چی است که در همین سفرها ما دیدیم مدامایی را که 10 تا فور داره، 20 تا جیب داره، زواد همه را داره. در همین روسیه همه را نکی داشته باشه، میگه ما برای مردم بیگونه ایم. اونمو یک الکگولی که دقیقه زدگی کمپیر مثبت در لطاق زده، او دیگه آدم و مدامگریش موندگی نیست. همون یک تای همون را از 100,000 ما و شما به میدونن. برای چی؟ قوم خودشه، ملت خودشه، آدم خودشه. ببین انا که همون قدر هست، میگه ما برای بیگونه. همین در کار شید همه کار در حقت میکنن. برای همین رزق در ملک خودت یافتن هم این چیه؟ نشانه خوشبختی. الله ذوالجلال توی مبارک